از سلام و احترام دوستان گرامی، صحبت نوبتی ما با استاد تاج‌الدین مردانی، سرخادم علمی شعبه شرق میانه و نزدیک انستیتوت آموزش مسائل دولت‌های آسیا و اروپای اکادمی ملی علمی تاجیکستان میباشد. تصمیم داریم که درباره کتاب اخیری که از جانب استاد تاج‌الدین مردانی نشر شده است، زحمت زیاد کشیدن در برای یک کتاب، یعنی دوران کتاب صحبت داشته باشم. استاد گرامی، خب تشکر میگم که وقت خود رو جدا کرده. سخن از زبان لقمان خوش است میگویند. اگر شما خود درباره این کتاب نوشته خود اگر معلومات مفصل میدادید که کی شروع شد و چرا با زبان روسی، آیا تصمیم هست با زبان تاجیکی، به هر صورت فکر شما فکر میکنم برای خواننده ما اولتر است. این کتاب محصول فعالیت چند ساله علمی من است و البته در آن وقت که این کتاب نوشته میشد دیسرتاسیا به شکل دیسرتاسیا ما اون پیشنهاد کرده بودم و دیسرتاسیا برای در مسکو که تصدیق میشد حتما این به زبان روسی تعریف باید شود. من به زبان روسی تعریف کردم این کتاب، لیکن موضوعی است رابطه های ادبی تاجیک و عرب، فارس و عربی و تاجیک و عرب. مثلا ما میدونیم که مردم ما با تاریخاً با مردم عرب بسیار رابطه زیج داشت و من همکاری ها داشتن. ادیبا از محصول ادبی خود یا فرهنگی خود از یکدیگر خبر داشتن و من فکر میکنم که اگر همه چی رو زیر یک تأثیری عموما در ادبیات تأثیر متقابلی عرب و عجم مشهور است و در اینجا همین کتاب نامش تأثیر نظمی عرب یا شعر عربی به ایجادیات شاعران فارس تاجیکی عصرهای 11 و 12 می باشد و در اینجا نمایندگان ما نشان دادیم که نمایندگان ادبیات تاجیک مثلا شعر و نثر چگونه از ادیبان عرب متاثر گشتن، تاثیر پذیرفتن و من گمان میکنم که برای مردم ما بسیار عجیب است که چی تأثیری از برداشتن ادیبان تاجیک. مثلا ما می‌دونیم که حتی بعضی شاعران تاجیک از جمله رودکی، دیگران سعدی، حافظ، ابن سینا و دیگران از ایجادیات شاعران عرب یا که ادیبان عرب بسیار متاثر گشتند و در زیر تاثیر آنها مثلا بعضی چیزهای خود را آفریدند. حتی می‌دونیم که رودکی هم خود همچون شاعر خوشبیان و بسیار با استعداد بود و از زبان عربی هم بعضی شعرهای عرب ها را ترجمه کرده است به زبان فارسی تاجیکی خود و من خیر ما اگر درباره کلیله و دیوانه گپ بزنیم که این یک قصه دراز است که در نهایت رودکی اون را تاجیک ترجمه کرد یا که گرفتن یعنی که همون مضمون همون را در شعرهای تاجیکی خود مثال آورد. بله استاد، تصمیم هست به نزدیک یعنی که سالهای نزدیک در نقشه هست که این به زبان تاجیکی شود تو فکر میکنم که برای البته با من هم چندان هم دوستان و هم همکاران نصیحت دادم که این رو به زبان تاجیکی اگر پیشنهاد کنیم به خوانندگان خود بسیار خوب می شود. درست ولی این هر یک کار باید که وقت و زحمت های خودش تمام میکنه. من گمان میکنم که البته خودم هم خواهش دارم که برای هموطنان خود به زبان تاجیکی پیشنهاد کنم. تشکر زیاد با شما برای کار موفقیت خواهیم. من باور دارم که کتاب به زبان تاجیکی هم نشده میشه اگرچه خواننده های ما زبان روسی هم نظر نفهمن. خاطرشون میکنم که با استاد پروفسور تاج‌الدین مردانی صحبت داریم. همزمان خاطرشون کردن به مورد است که استاد حدودی 15 کتاب علمی، صرف علمی نوشتن و بیش از 200 مقاله علمی در رسانه‌ها، در مجله‌های علمی چی داخل و چی خارج کشور نشر شده و استاد بازم برای کار موفقیت خواهیم که بیشتر کار و فعالیتی یعنی بیشتر داشته باشن، کار و فعالیت
زیاد داشته باشیم. تشکر زیاد.